سلام علیکم دوستان ارجمند. امروز من میخوام با شما صحبت رو داشته باشم در مورد واقعه آخری که در تاجیکستان رخ دادند، یعنی واقعه به هلاکت رسیدن شهروندان ما بر اثر بیماری التهاب شش، درد چیز بود ایشیمیایی دل و دیگر دردهایی که خیلی شبهناک است از نگاه ما و جامعه به دو گروه تقسیم شده است. گروهی که بر فرضیه های یعنی بر فرضیه های پیشنهاد شده وزارت تندرستی تاجیکستان باور کرده یا به ورسیه مقامات تاجیکستان میخواهم باور کنند که در تاجیکستان کرونا ویروس به قید گرفته نشده است، ولی این چهار هلاکتی که در طول 10 روز اخیر در تاجیکستان رخ دادند از آن دلالت میدهد که کرونا ویروس متاسفانه در تاجیکستان هم راه یافته است و البته که خودی اگر همین متخصصان ساحه رو کسی تماشا و گوش کرده باشد، یعنی وارد شدن همین بیماری به تاجیکستان به آن درجه باعث تعلقه شهروندان و واهمه نیست که ما از آن واهمه کرده ایستادیم و اجازت نداده ایستادیم برای خودمان که واقعیت رو پذیریم. و باور کنید فیصد موت در این درد طبق گزارش های از تمام کشورهایی که با این اپیدمیا دست به گریبان شدند نشان میدهد که فیصد موت اونقدر بلند نیست که ما انتظار داریم، شهروندان جمهوری تاجیکستان انتظار دارند. اینک 4 ماه می شود که تمام دنیا با این پاندمی یا همهگیری دنیا بیماری در دنیا دست و پنجه نرم می کند و امروز 15 اپریل تعداد سرایت یافتگان تشخیص شده یعنی رسما اعتراف شده از 2 میلیون عبور کرد و تعداد هلاک شدگان هم به 130,000 رسید و زیاده از 0.5 میلیون مریضان خوشبختانه صحت یافتند و طبق همون فرضیه هایی که این متخصصان پیشنهاد میکنند مقدار اصلی سرایت یافتگان به مراتب بیشتر از 2 میلیون است، چون در کشورهایی که خیلی کشوده تر از کشورهای به مانند تاجیکستان هستند، حتی در این کشورها هم نه همه حالتهای سرایت یابی به این بیماری به قید گرفته می شود، چون 50% یا بیشتر از آن بیماران این درد را سبک می گذرانند و ضرورت به مراجعت به بیمارستان ها را نمی بینند و آنها به قید گرفته نمی شوند و به همین طریق ما اگر امروز همین واقعیت را پذیریم که حداقل 3 یا 4 نفر از این 4 نفر یا هر 4 نفر با سبب سرایت یافتن به کرونا ویروس به هلاکت رسیدن، این باعث یگان تعلقه و یا واهمه نیست و بنده برانم نیستم که
ما رنگ دیگر دولت ها، رنگ جمهوری همسایه قرقیزستان یا دیگر دولت هایی که از چاره های پیشگیری خیلی شدید، چاره های کرانتینی خیلی شدید کار گرفتن. من بنده خودم جانبدار اون نیستم. شاید همون یکم تاجیکستان ما از لحاظ فنی هم قدرتی چنین کرانتین شدید رو برداشت، چنین کرانتین شدید رو نداریم. یکم خود تصور کنید که در تاجیکستان یکی از واسطه هایی که مردم ها زچ با هم تماس میگیرند این خرید و فروشه که در بازارها بود، در مغازه های ما، که ما تقریبا در پایتخت جمهوری تاجیکستان هم نه در همه جا به طور غیر نقدی ما میتوانیم خرید و فروش رو انجام دهیم و البته که از طریق پول و از طریق دیگر تماس هایی که ما خیلی نزدیکتر داریم. به دهه ها اگر رویم تماس های ما باز به مراتب نزدیکتر میشن. یعنی اون چاره هایی که در دنیا پیش بینی کردن، یعنی ما که در همین لهستان قرار داریم همه یعنی ما میتوانیم از خانه نبرآمده زندگی طول یک ماه دو ماه از خانه نبرآمده زندگی کنیم. یعنی فرمایش داده برای ما میتوانند تمام مواد ضروری رو به پیش در ما ورده رسانند. یا خود آب گرمی که ما در چیز داریم، اگر ما امروز گوییم که دست شستن با آب گرم و صابون، حتی همین امکان رو همه تاجیکستانیان دارند در خانه های خود. اگر نبرآمده از خانه نبرآمده چاره های شدید کرانتینی رو رعایت کردن شوند، چنین امکان رو شاید نه همه داشته باشند. به همین خاطر بنده بران نیستم که ما هم به مثال دیگر دولت های مترقی از چاره های شدید کرانتینی روی دست گیریم، لیکن اون احمقیه که ما کرده ایستادیم، اون نوروزی که ما گذرانده ایستادیم، اون روز پایتخت و روز عید کارتوشکا و پیاز و سبزی که ما گذرانده ایستادیم، یعنی به ضرورت حتی مثال خدای ناخواسته یک جنازه، یک واقع بدی که در همسایه و خویش تبار ما به وقوع می پیوندد، شاید در این روزهای خطربار از تجمع در این چاره بینی و تجمع زیاد در این چاره بینی و هم خودداری ورزیم. یعنی خیلی مسئولیتانه مناسبت کنیم و در صدر همین مسئولیت شناسی مقامات باشد که البته که این روزهای نیستن که ما بیاییم و بین یک ناباوری ایجاد کنیم، لیکن اون اتفاقاتی که گویا امروز با این بنده خدا نامش رو حاجی محمد توشف نه پیش رجب شادمانی که اون شادمان تنور کباب که گفتند بر اثر، یعنی اون تصادفی که با این بنده خدا روح داده است، تصادفاً همه حالتهای که اینو و این تصادفات برای 4 نفر، این علاقه 4 نفر است که تماس داشته است با خیشتباری او نفر فوتیده پیش که توشف داشت، یعنی تماس داشته است با به واسطه با
شخص تماس داشته است که از خویشاوندان اون مرحوم پیشتر است. یعنی همه تصادف هایی که رخ دادند باعث برام میشد، باعث پیدا شدن سوال های بیش میشوند. و اون فرضیه که برای این بنده خدا پیشنهاد کردن، اون فرضیه بنده چندین بار با مقامات قدرتی و مقامات تفتیشاتی و خوردم، چی به حیث عیبدار شونده و چی به حیث وکیل دفاع. من همین فرضیه که در روز اول نشر شد، این فرضیه مفتش بود. یعنی این بیچاره در ساونا گویا بود است و گرم و خنکی زد است در همون ساونا و غلطید است و قفس سینه‌اش لط خورده است و این گمان کرده است که شکست است و همه اون افسانه که میخوانند و اون تصادف هایی که شدند و باعث در نتیجه باعث شدند که این بنده خدا در زیر همون اپارات ایویل جان به جبار سپارد و اخیراً جنازهش رو به اشتراک میت این بنده خدا انجام میتیند و باز به ما قسم میخورند که این همش تصادف بوده است. در همین هر 4 حالت بعد این هم که او خواهر در بیمارخانه باختر جان داد و اون هم با یک باز در با نرسیدنی، یعنی نفس کشی جان میتید. از همه این تصادف ها بیایید به یک خلاصه بیاییم. خود قضاوت کنید. اگر یک شهروند عادی با چنین تصادف ها به دست یک مفتش که همین ورسیه ها رو برای ما در رسانه ها انشا میکند، اگر من یا کسی از شما فرق نیست در خود همین ولایت سوخت یک نفر از کوچه گذشت و در این کوچه یک حالت هوباشی رو داد، یعنی عملیات هوباشی، و این بنده خدا پیشپا خورده با امر تصادف، پیشپا خورد با امر تصادف با پای خودش پیشپا خورد، غلطید، زانویش یا دستش یا چهرهش زخم برداشت و این واقعه به تفتیشات آمد و این بنده خدا رو میترسم که خیلی مشکل می شود اثبات کردن که این تصادفاً از این کوچه گذشت و تصادفاً پیش بخورد. هیچ یک مفتش، هیچ یک دادگاهی به این بیچاره باور نخواهد کرد و به زندان میبرد. و مثال هم دور نمی رویم، در خود همین ولایت سوخت سال 2017 من برای خود اینجا نام نوشتم که فراموش نکنم، طبیب جراح دل عبدالملک سلاموف بودند که همین خیلی تصادف شد در آش خدایی نفر شرکت کرده است که گویا این نفر با ماده 307 قسم 2 بعداً عیبدار می شود و این هم اثبات نیست که این نفری که خدایی داده است این هم واقعاً همین جنایت رو صادر کرده است یا نه. لیکن این بنده خدا، این طبیبی که تصادفاً به خاطر اون که همسایه بوده است یا خیش بوده است در آش خدایی این نفر شرکت کرده است، به 5 سال زندان محکوم می شود و امروز در زندان قرار دارد. و اون نمایندگان جامعه شهروندی، روزنامه‌نگارانی که امروز بعد از گزارش رادیوی آزادی همه کسا هجوم بر رادیوی آزادی کردند و یکی فیک میگفت و دیگری رادیوی آزادی و ما بر این شرح نویسان یا نفرانی که
باور میکنیم که یلکی این نفران از کرونا ویروس به هلاکت رسیدن هجوم میکردند و میگفتند که شما هنگامه میسازید. رادیو آزادی رو به عیبدار به اون کردن که اینها هنگامه میسازند، اینها میخواهند در تاجیکستان نوتنجی بیارند، این اپوزیسیون میخواهد نوتنجی بیارد، این نمیدونم چیز دیگر. همه همین نمایندگان جامعه تاجیکستان، نمایندگان پیش قدم جامعه شهروندی تاجیکستان که امروز بر حمایه از ورسه مقامات تاخت و تاز به رادیو آزادی میکنن، تاخت و تاز به این جانب میکنن که از هشدار دادنی هستیم به مقامات و به مردم که خب باشد ما راضی هستیم که این 4 نفر از دیگر سبب چیز شدن، به فلاکت رسیدن، به هلاکت رسیدن، لیکن احتیاط کردن یعنی فرض کردن اون که اینها از کرونا ویروس فوتیدند به خطری ما فایده آورتر است از اون که ما خود رو فریب کرده پگاه باز به یک معرکه پرشکوی روزی پایتخت برای با تعداد زیاد و در دیگر مراسم های دست جمعی شرکت کنیم. و کجا بودند همین نمایندگان جامعه شهروندی همان روزی که همین برادر عبدالملک سلاموف رو غیر عادلانه به زندان بردن؟ کجا بودند اینا که از حقوق این حمایت میکردند و از دادگاه میگفتند که شما یک کار اشتباهی میکنید؟ ولی امروز اینها آمدن به روزنامه‌نگار، به رسانه تاختن که رسالت خود رو انجام داد، رسالت خود پیش ملت رو انجام داد و ملت رو بگذار اگر اشتباه هم کرده باشد، بگذار او مریض از این کسلی نمرده باشد، لیکن این که رسالت خود رو اجرا کرد به این تاختیم. لیکن او بنده خدا که به یگان عیب، یک طبیب برای تربیت یک طبیب چقدر مبلغ ملت صرف می شود. یک طبیبی که از باغچه بچگان او را آورده تا متخصص سوه گرداندن چقدر مبلغ صرف می شود و یک مفتشه که او را با خواست نمیدانم پست خود، با فطرت پست خود میورد به زندان و شما روزنامه‌نگاران، شما نمایندگان جامعه مدنی از او دفاع نمی کنید و امروز میآیید در اینجا که با وزارت تندرستی خطر جان تهدید نمی کند اگر ما گوییم که این از کرونا ویروس فوتید. هیچ مشکلی نیست و کرونا ویروس هم اونقدر تعلق نکنید. کرونا ویروس هم این یک چی نیست، یک پریگوار نیست به گفته روسا، این یک وبا نیست و فساد فوت طبق همین گزارش متخصصان، فساد موت در این کرونا ویروس از فساد فوت فرض کردیم صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان بلندتر نیست. ما در اونجا هیچ چیز نگرانی نداریم. در اینجا می‌گوییم که یک روزنامه‌نگار چیز از شبهه، شک و شبهه خود اطلاع میرساند و ما میایم به اون میتازیم که تو یا با مایانی که برانیم که
این نفران از کرونا ویروس فوت دیدن با ما بتازید که ما منفعت دار بر آن هستیم که شما غمخوار ملت هستید و ما منفعت دار بر آن هستیم که کرونا ویروس رو با دست خود بیاریم به تاجیکستان و از آن طبل شادی بزنیم. البته که چنین نیست. و بنده میخواستم در اینجا باز یک چند نکته رو قید کنم. خیلی که همگان درک دارید، باز در همین فرضیه هایی که گفتیم، فرضیه های که فرضیه های ساخته، یعنی اتفاقات تصادفی که غلطیدن. امروز دادگاه دلاور بود یا دلیر شریپوف که روزنامه نگاره که باز با اتهامات ساخته دادگاه کشوده اعلان شده بود. دادگاه مخفی یا سری رنگ اون دادگاه های پیش نبود، اعلان شد و امروز مردم رو به این دادگاه راه ندادن به خاطر اون که سازمان جهانی بهداشت توصیه داده است که بعد توصیه سازمان جهانی بهداشت گوش داده، اجازه ندادن که در تالار سود نایوی خب 20-30 نفر مردم جمع شوند که این باعث سر زدن یا شیوع کرونا ویروس در تاجیکستان نشود، در حالی که برای گذراندن نوروز، عید کارتوشکا و سبزی و پیاز و 2 روز پس در نظر است که روز پایتخت برگزار شود و اینها باعث ایجاد خطر نمی شده هستند و شرکت 1-2 خویش و تبار و همکسبان در سود این برادر که نیز قربانی چنین اتفاقات تصادفی ایجاد شده است طرف متوجهشان است. ما بیاییم و در اینجا باز آواز کسی در مقابل این بی‌عدالتی بلند نمی شود، ولی یک روزنامه نگاری که میخواهد شما رو هشدار دهد که با خطر جان بازی نکنید، ما میویم به اینها میتازیم. تشکر از دقتتان. خب بسیار از برادرها در همین روزها در بحث ها می گفتن که چه منفعت دارد رحمانوف یا حکومت وی که شیوع کرونا ویروس را در تاجیکستان مخفی نگاه دارد. با باور بنده از همه مهم این تاریخ 17 اپریل است که در این روز انتخاب رئیس و پلاتای بالای پارلمان تاجیکستان است که این نایب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است و انتظار می رود که در این روز عملا وارث تخت تعیین می گردد، اعلام می گردد و با تنتنه در قسمت دوم روز رحمانوف در نزد تمام نمایندگان 2 پلات پارلمان، نمایندگان پارلمان شهر و نایه‌های دوشنبه، مقامات های تمام وزارتخانه ها و اگر شیوع کرونا در دنیا نمی بود شاید سفارت های
و کشورهای خارجی در این قسمت دوم روز رحمانوف برآمد خواهد کرد و تا به همین روز رحمانوفی که من میشناسم، رحمانوفی که از همه علمهای دنیا درک دارد، از کیهان شروع کرده به قعر اقیانوس ها درک دارد، هنوز درباره کرونا ویروس یک سخنی نکرده است، در حالی که امکانیت های داشت و تالارهای کلان داشت، مردم های کلان زیاد اونجا جمع بودن و هیچگاه رحمانوف نمیماند چون این موضوع مبرم روز رو همچون متخصص ویروسولوگ چی نکند، بررسی نکند، ولی تو به همین روز رحمانوف نگفته است و بنده مطمئنم که الکی 17 اپریل در همین برآمدش، در همین پیامش به پارلمان نو تعیینی، من نمیگویم نو انتخاب شده، نو تعیین خودش در پیش اونو برآمد خواهد کرد و در اینجا بار اول در باره ویروس و قهرمانی خود در مقابل ویروس و هنگامه‌جویی مخالفین در موضوع این کرونا ویروس و خیلی که این فرمای جواب امروز در شرح ها می نویسد، یعنی ما نگران از آن هستیم که این کرونا ویروس به تاجیکستان رو نیافته است، ما خیلی نگران شده ایم و خود امین رحمانوف همین گپ ها رو خواهد گفت در همین روز و ساعت ها و 18 اپریل در پایتخت، روز پایتخت تاجیکستان با چی گفتن، با سیر و گشت شهروندان برگزار می گردد و شاید 20 یا 21 اپریل اخیراً مقامات تاجیک اعلام می دارند که در تاجیکستان کرونا کشف شد، یعنی بیمار اولین کرونا ویروس کشف شد، چون اینها مبلغ های را میخواهند دریافت کنند از سازمان های جهانی، سازمان های مدرسان دنیا به خاطر کرونا ویروس و البته که بعد از همین معرکه های مهم سیاسی که بعد از سیسی به نام تقدیر ساز 16 این مهمترین روز همین 17 اپریل برای رحمانوف خواهد بود و به همین خاطر هم نوروز رو منع نکرد و آمدیم تا به همین روز. اگر همین این سال 2020 نمی بود، اگر کرونا ویروس سال 2020 نمی بود و سال 2019 می بود و همین روز تعیین وارث تخت نمی بود، مطمئن باشید که مقامات تاجیک هم کیها کرانتین را به مانند قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان جاری میکردند، ولی به خاطر همین این کار رو نکردند و باید یک چیز دیگر را به خاطرتان آورم که اون چیزی که بسیار برادرها در شرح ها می نویسند، یعنی اگر این بیماری در تاجیکستان می بود آن را مخفی نگاه داشتن غیر امکان می بود. باید بگویم که خیلی راحت می شاید اون را مخفی نگاه داشت. یکم ما تشخیص نمی کنیم، یعنی تست هایی که تاجیکستان از روسیه و چین دسترس کرده است، خیلی که روزنامه‌نگار شناخته روسیه مکسیم شوفچنکو که تاجیکان او رو خیلی خوب میشناسند، از حقوقهای تاجیکان هم در روسیه خیلی وقت دفاع میکنند. این کس در صفحه خود نوشت که 4 بار
تست کردن و 4 بار در این در شفچنکا تشخیص دادن نتوانستند که او کرونا ویروس دارد و فقط توموگراف تشخیص داده است که او مبتلا به کرونا شده است و شکر الله که حاضر به جانش خطر نیست، لیکن به همگان مصلحت داده است که به همین تست ها باور نکنید و اگر در تاجیکستان یک نفر را 2 بار تست کرده باشند، یک فوتیده را 2 بار تست کرده باشند و اون تست میکردگی وظیفه داشته باشد که پیدا نکند کرونا ویروس را، او پیدا نمی کند و اون 4 نفری که فوتیدند حساب کنید که با طبق امورهایی که تو به همین روز در دنیا داریم، اگر 4 کس از کرونا ویروس در یگان مملکت فوتیده باشند، با باوری کامل میتوان گفت که حداقل 1000 نفر در این دولت، در این مملکت مبتلا به کرونا ویروس هستند و شاید هم تعداد کلانی از اونها الکی تبابت هم یافتند در شرایط خانه. فیصد بیشتری مبتلایان کرونا ویروس در شرایط خانه امروز در دنیا اونها رو خانشین میکنن و میگویند که در شرایط خانه خودتون رو تبابت کنید. این تبابت از تبابت گریپ عادی یگان فرقیتی نمی کند، یعنی اون تبابتی که گریپ میکنید همین خیلی تبابت در همین کرونا ویروس میکنید و در شرایط خانه خود تو کسی که حالتش وزن نشود در شرایط خانه میگذراند و هیچ مشکلی نیست که ما در تاجیکستان شهروندان درک نیابند که حدود 1000 نفر یا حدود 800 نفر یا حدود 500 نفر الکی مبتلای این بیماری شدند و باز تکرار میکنم که این حتی اگر 1000 نفر حتی اگر 2000 نفر مبتلا هم باشند، این سببگار اون بوده نمیتواند که ما از این تهلکه سازیم یا وایمه کنیم. امروز سازمان جهانی بهداشت استراتژی نو رو بررسی کرد و اون از 6 بند عبارت است و بند یکم که اصلا ما به اون قادر نیستیم، یعنی کنترل انتقال این بیماری، کنترل کرده توانستن انتقال این بیماری که برای این خیلی امکانیت های فنی دولت خیلی خراب هستند که ما این نتوانیم. در بند دوم میگوید که خب سیستم حفظ الصحتی قدرتمند باید داشته باشیم. شکر الله که طبیبان بهترین داریم، شاید در سطح جهان اگر نه در سطح مشترک المنافع سیستم حفظ الصحت ما هست، طبیبان خیلی بقوت داریم، لیکن متاسفانه با اعتراف نکردن همین کرونا ویروس یکم ما جان این طبیبان خود را در خطر میگذاریم و دوم وضعیت حقوقی آنها را زیر خطر میبریم و بعد خدا نکند و بعد پس سر شدن این کریزیس باز این بیچاره ها با پیش همین خیلی مفتش های نیم سواد دعوت کرده می شوند و از اونها بالای اونها فشارهای وارد می شوند بر اثر اون که در اینجا این خیل کردی و در اونجا اون خیل کردی، چون چیز وضع حقوقی کرونا ویروس یعنی کرانتین و دیگر حالتهای پیشگیری اگر پیش بینی نشده باشد، وضع حقوقی این طبیبان هم خیلی نگران کننده باقی میماند. لیکن این دوم بنده که
سازمان جهانی بهداشت توصیه داده است این را تاجیکستان و تاجیکان می توانند تامین کنند. سیوم تا حد امکان پست کردن خروج این بیماری در بیمارستان ها و جای های پیرانسالان، خانه های پیرانسالان. در این بند هم ما امروز علاکه با آن اعتراف نکردن حکومت در خود همین دادگاه برادرمون که او جامعه شهروندی شرکت دیروز در مرافعه سعودی بسیار نمایندگان جامعه مدنی را دیدم که با مسکو بودن رعایت میکنند. یعنی جامعه مدنی ما شهروندان ما خیلی باشورند و این رو علاکه به نشان داد حکومت هم اجرا کردن دارند و خیلی منت دارم از شهروندان جمهوری تاجیکستان که چون از حکومت خود خیلی با مسئولیت تر هستند. خب چهارم چاره های پیشگیری در جای کار، دانشگاه ها و مکاتب و دیگر جاهای تجمع آدمان، دیگر جاهایی که اونجا مردم ها زیاد یعنی تجمع آدمان است. این هم تا جای ما درک داریم علاکه شهروندان ما این رو با تشبث خود جاری کرده ایستادند. خیلی خرسندی آور است خبرهایی که از تاجیکستان میآیند. شهروندان خودشان به نشان داد حکومت بسیار چاره های پیشگیری رو پیاده کردن دارند که این بسیار خرسندی آور است. پنجم اون چیزی که حکومت خیلی خود رو تعریف میکند و واقعا هم در این بند حکومت کاری رو انجام داد، این یعنی مبارزه با انتقال بیماری از بیرون به کشور خود و آخران آمادگی جامعه برای مطابق شدن به رعایت کردن فاصله گیری اجتماعی. یعنی اون 2 متری که بین دو آدم باید در مرکزهای سودا در بازارها نگاه داشته شود باید نگاه داریم و از همه مهم مراجعت من به وزارت تندرستی، به حکومت، به همه اونهایی که در مسئول به خطری طبیبان هستند، طبیبان ما، کارمندان حفظ صحت ما از فراش شروع کرده تا سردختور همه بیمارخانه و ما باید ایشان رو خیلی خیلی مراقب باشیم که ایشان برای ما خیلی قیمت هستند. تشکر از دقتتان. تا واخری بعدی خیلی دیگر